وکیلان پارلمان قرقیزستان 17 نوامبر ضمن بررسی یک سازشنامه مرزی با ازبکستان درباره تعیین و علامتگذاری مرز با تاجیکستان هم صحبت کردند. در این نشست رئیس جمهور صادق جبارов دایر به بعضی نقاط بحث با مقامات تاجیک هم به وکیلان اطلاع داد. همکاری ما میرزانبی خالقزاد خبرها را در این باره پیگیری داشت. میرزانبی، می شود تفصیلات را بگوید؟ سلام زرنگیز، درود به بینندگان گرامی. بله، بحث اساسی در پارلمان قرقیزستان درباره سرحد با ازبکستان بود، ولی در چند مورد به مسئله علامتگذاری مرز با تاجیکستان هم اشاره و ذکر شده است. نکته مهمترین این است که صادق جبارov رئیس جمهوری قرقیزستان گفت بعد از مذاکرات با جانب تاجیکستان به محله تارتکاچا یا همان چارکوچه مقام حدودی بی‌طرف میدهند. جبارov افزود طرف تاجیکستان را مطمئن کردند که این محل نه از قرقیزها باشد و نه از تاجیک ها، یعنی به گفته او حدودی بی‌طرف باید باشد. به قول رئیس جمهوری قرقیزستان در منطقه بی‌طرف 20 خانه تاجیک ها و 34 خانه قرقیز ها ویران کرده خواهد شد. منطقه تارتکاچا یا چارکوچه در بین اصفهان و بادکن جایگیر است. از این منطقه راه بادکن اصفهان و راه واروخ میگذرد. در جریان نزاع‌های سرحدی بارها این راه را بستند. رئیس جمهوری قرقیزستان جزئیات دیگری گفتگوها را با تاجیکستان آشکار نکرد و مقامات تاجیکستان هم تا حال این مسئله را شرح ندادند. ولی احمدجان اسماتوف، یک ساکن چارکو، به ما گفت که در صورت بی‌طرف اعلان شدن چارکوچه راه ماشینگر و دریای اصفهان تحت کنترل قرقیزستان قرار خواهد گرفت. بحثی وابسته به تاجیکستان در پارلمان قرقیزستان چگونه برخاست؟ میرزانبی، آیا اعتراضی بود یا دعوت برای حل آن؟ بنا به خبرهایی که تا این دم دسترسی ما شد، رئیس جمهوری قرقیزستان در واکنش به تنقیدهای وکیل ادخان مادومارov بعضی از جزئیات گفتگوهای مرزی را با تاجیکستان آشکار کرده است. خود مادومارov سال 2009 در منصب دبیر شورای امنیت قرقیزستان سند به اجاره گرفتن 5 هکتار زمین را از تاجیکستان امضا کرده بود. در جلسه مادومارov گفت که این سند قوه قانونی ندارد و نمیتواند به گفتگوهای مرزی با تاجیکستان تاثیر رساند. ولی صادق جبارov در پاسخ به وی گفت که شما میگویید که سند امضا شده غیر قانونی است و میتوانید با آن به حاجتخانه بروید، اما جانب تاجیکستان این را قبول ندارد. به گفته او نمایندگان دوشنبه در نشست سگانه رهبران تاجیکستان و قرقیزستان و روسیه در آستانه نیز همین حجت را دلیل آورده بودند. جبارov گفت که پس از این رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان قمچیبک تاشیف 2 بار به جانب تاجیکستان گفتگو کرده است. آنگونه که ما میدانیم تاجیکستان و قرقیزستان تقریبا 1000 کیلومتر سرحدی مشترک دارند، ولی بیشتر از 30 سال باز بخشی از آن را تعیین و نشانه‌گذاری کردن نمیتوانند و همین مسئله هم بارها سبب جنگ و خونریزی در مرز دو کشور شده است. تشکر همکارم میرزانبی خالقزاد درباره مطرح شدن مسئله تعیین و علامتگذاری مرز تاجیکستان و قرقیزستان در جلسه وکیلان مردمی قرقیزستان صحبت میکرد.